ترانه اوهوی زکن. ترانه اوهوی زکن اثر ماندگار محمد رضا خیرخواه. محمد رضا خیرخواه شاعر بزرگی و ترانه‌سرای بزرگیه که نامش برای همیشه در تاریخ و تاریخ فرهنگ و هنر گیلان ثبت خواهد شد به خاطر این ترانه‌های زیبا و ترانه‌هایی که در آینده باز هم از ایشون اجرا خواهیم کرد. اوهوی زکن بر اساس داستان پیرمردی است که صاحب 2 پسر است به نام‌های سفرعلی و محمد علی که بچه‌ها پدرشون رو اجون خطاب می‌کنن. داستان ما از این قراره که اجون سالهای ساله که همسرش یعنی مادر سفرعلی و محمد علی رو از دست داده و در تنهایی و تاسیانی تبدیل شده پیرمرد افسرده و ناراحت و غمگین. پسرها کشاورزن، از صبح میرن سر شالیزار برای کار کشاورزی و کسی نیست به اجون برسه رسیدگی بکنه و خب سن و سالی هم ازش گذشته. از قضا در همسایگی اجون منزل مرحوم کبلالیه. کبلالی سالهای سال فوت کرده ولی همسرش زنده است و اجون ما اینجاست که مدتی است دلبسته به اون زن شده و میخواد که از تنهایی در بیاد، اما مشکل اینجاست که چجوری بره به پسراش بگه. حالا اینجور مسائل رو معمولا پدرها به دخترها راحت میگن ولی دختر نداره، چجوری برم بگم که من جای مادرتون کسی رو میخوام بیارم. این افکار اجون رو بیمار کرده بود و تبدیل کرده بود به یک آدم افسرده. اما بالاخره کاسه صبرش لبریز میشه و یک روز تصمیم میگیره که این موضوع رو باد با بچه‌ها در میون میذاره تا ببینه که رضایت اونها رو میتونی جلب کنه یا نه. داستان ما از اونجایی شروع میشه که اجون حرکت میکنه به سمت شالیزار برای دیدار با سفرعلی و محمد علی که در حال پیشگاول زدن هستن، به اصطلاح کار کشاورزی. میره که ببینه که آیا میتونه رضایت اونها رو جلب کنه. ببینیم در این ترانه بنده نقش اجون و هم‌آوایان تاسیان به صورت واگیر نقش سفرعلی و محمد علی رو بازی میکنن. امیدوارم که بتونیم این اثر رو خوب اجرا کنیم. اگر بگم بگو به از
نچرم نچر یه حرف زرم لب اونره مردرم تو درم بیمارم بگو اجان کیسه این موضوع پر چیسه اونی که امی همسایه پیرن گوشه میل میلی اون رزا کن اجان دل ولل کنه ویل ویلی چون سل بیچاره میمرسن تو گترهایی سی هزو زمانی که اونه قبللی تنها کنه آخذ کن چیسه اجان آخذ کن چیسه اجان بزنک بیشتر عشق سنر تنهره اونم بجایش میمار تنها بیسی کنه داره ایسی دونیده که گومه آها پر خواب دنیده که گومه آها پر پس باید رضا ببید اجان دبی پانی بی قبل علی مرحوم زنا ببرید تنهانی بی پس باید رضا ببید اجان دبی پانی بی قبل علی مرحوم زنا ببرید تنهانی بی پس باید رضا ببید اجان دبی پانی بی قبل علی مرحوم زنا ببرید تنهانی بی